امروز این دارت معلوم میکنه غذای کدوم کشور رو باید بخوریم. گفتی چی؟ غذا سیبلمون رو به بچه‌ها نشون بدیم. بچه‌ها اینو من بردم چاپ کردم. امروز صبح حالی زنگ زد گفت می‌خوام بریم غذا کشورا رو بخوریم. امروز صبح رفتم چاپ کردم گفتم آره شکیر داشت میخورد زمین. خاک بر سره زکی. ببین از صبح شیشم صابون زدم که ویدیو غذایی میخواد بگیره. من چرا موهات امروز اینجوری انگار با 4 زدی؟ امروز شما دوتا لیست زدین موهای منو. ادیتور این دوتا رو تبدیل به دانکی این که بوزینه این چیز دانکی. ادیتور منو تیراهن بکن چون خیلی گرمه. تیراهن اینو ادیتور کن. تیراهن منو برزو کن. برزو ببین یه پیام اختصاصی واسه برزو میخوام بدم. برزو ادامه خوشحالم که سر ویدیو نیستی که غذاهامو بخوری. اینم شاید یه آزمایشی خدا داره منو. تو سیبل منی امروز ببین موهات اینجوری کراشه بگیر سمتت وگرنه پرتاب میکنم تو چشمت. میریم هند. دوست داری کدوم کشور بخوره؟ من دوست دارم سودان بخورم. غذای سودانی. من دوست دارم لیبی بخورم. سودان تردد میکنه بگو. شهنام تو لیبی. ببین الان مثلا کلمبیا نمیدونیم چی بخوریم. آنگولا غذای آنگولا کلمبیا بخوره مثلا علی دیگه واقعا آی کیوتون خیلی پایینه. داداش تو صورت یارو شات خط خوب بگیر دستت. خوب بگیر. من تو رو اجاره کردم واسه 1 سال. بابا درست میگیری؟ اینجوری اوریب میگیره. اینو دیگه باید درست بزنم. آقا دیگه نزدیکترین دهات به نزدیکترین جایی که به دارتمون زدیم آقا برزیل بود. آقا ما دیگه تقریبا غذای برزیلی خب طبیعتا گوشته. من رستوران برزیلی یه جا میشناسم بچه‌ها. نمیدونم تو ویدیو دیدید یا نه، جای رفتید یا نه، راتون خورده یا نه، ولی خیلی گرونه. خب از اونجا که گرونه اون پولای تو میخوره. بریم رستوران برزیلی. آقا داریم میریم رستوران برزیلی. اسم من چیه؟ گوستاوو. تو همین الان با گوشیم چک کردم. خب اونجا اینجوریه که شما باید نفری 4,800,000 پول بدی و نامحدود گوه بخورید. یا این بذار برقصی. حالا خودتون آقا اسم من حالا خودتونو چر بدید. یا این بذار. تو واقعا عین خانم پیاز جنده‌ای. مثل تو منو باشه بلد واسه همین عاشق رابطم من دوست دارم به واسه باشه همه. آقا من اسمم گوستاوو، شما مارتینو، شما جبار. نه من دو فرانکلینم. فرانکلین اصلا تو مکزیک نیست. چرا نیست؟ مکزیک مدافعان. اولاد ماما میا گوستاوو. بذار فکر کنم ببینم اسمم چی باشه. اسم تو آنتونی چیزی میخوره. دنبلان. ایتور ویدیو رو همینجا تموم کن. نفری 4,800 ورودی. خیلی خوشحالم یوتیوب بس شد. شکیر واقعا خاک بر سرت. ببین نفر 4,800 حناق قراره بکنی. چقدر 2 نفر؟ اینقدر لاکچریه درش ما نمیشه. اصلا جای ما نیست. اصلا اینجا ما رو راه نمیدن. آجی شرک یه سکانس داشت. آجی دارن آینه است اینا. شیرابو ببین. جواد اینا انعکاس آینه نیست، اینا واقعا دستشوییه. ما الان ایران یه دستشویی دارم اینجا میبینم، فقط این آینه است. اینجا اونجا نیست که آخرش اینجوری اینو بریزی رو این حرکت رو بزنی. برزیلیای عزیز اگه این ویدیو رو میبینید دمتون گرم. شکیرو من نمیدونم اهل کجایی. شکیرو انواع خوشبو کننده. عزیزم اگه میبینی پوستم انقدر صافه به خاطر ایناست. ببین هادی قشنگ معلومه که بی آبرو که بیا داخل شهر ما. شواد رفتم یه جا حاجی دهن من و تو رو هم تمیزتره. از اتاق من بزرگتره. حاجی فامیلای جفتمون از جلو اینجا رد نشدن. ما برای شهنام غذا نگرفتیم خیلی خنده داشت. شکیر انتظار داری غذا 5 میلیون جا خواب به من بده. اولا که فقط بوی دهنتو تحمل بکنم. یه چی بهت بگم دیوونه. من آروم میخوام بهت گوش بدم. آقا بریم فکر کنم غذامون هم حاضر شده.
وای آقا عادی لمکار اینجا این میدونی چیه؟ چیه؟ نون بیسکویتی چی نون هست؟ بیسکویتی نیست، اون ارده است. ارده؟ آره واسه که چی؟ سردی بدن تو بگیره. من نه. خودم کاملا دارم در میارم. اینقدر گرونه هیچکی نیست آجی، فقط ما. آها میگن آقا این تا وقتی یس روی میزت باشه باید بهت غذا بده ببین و ما این- هم که ببین بای دیفالت من از 1 سالگی یسم. اون دوستی که این ایده رو دادی نمیدونی با کیا طرفی. نمیدونی ما کی ما ماها. واقعا لاشه بود. ولی ببین مبله شکیل راحتی قیافتو داره. بچه‌ها ببینن وقتی واسط چی نگرفتیم. همیشه همینجوری هم شهنا میخوام ازت یه عکس بگیرم. احمد پول داره عطسه نمیکنم. این کره نیست، کره تویی که با 1000 تا واجبی هم تو کون آدم نمیری. واقعا سر سفره هممون بچه خالیه. اگه این چیزا رو می‌بینیم ما می‌خوایم تجربه رو با هم دیگه در اشتراک بذاریم. بچه‌ها ما تا حالا اینجا نیومدیم نمیایم تا من وقتی زمانی حال که این رستوران اومدم مثلا اینجا نبود. تا وقتی یه جا حال دیگه یه بود. ایران خراب باشه به ما هم حال نمیده این اینا حرفا- فقط واسه ویدیوه. ببین گوشت رو میانه نام. اما نهر کی حضره نهر. من میومدم اینجا مثلا برنج میگفتم بیا، لوبیا میآورد میگفتم بیا. بعد فهمیدم رضاینه بود اون موقع. زد پس کلم گفت نخور. کلت اینجاست. آره اون موقع کلم لاک اینجا بود. پشتی اون موقع آخه. اینجا بود. اون موقع انداخته بودم اینجا. گفت نخور دیوونه. خودتو سیر نکن. همینجوری تو ذهنم داشت پلی میشد. چی شد؟ گوشت اومد. مرغ آوردن نمیخوری، ماهی آوردن نمیخوری، برزیلیا عزیز لم. لوبیا آوردن نمیخوری، برنج آوردن نمیخوری، آناناس میارن یه تیکه. بذار اونم بخورم. نباید بخوری. بذار بخورم. فقط آناناس سالا گوشت. نخوردم. شبیه تام و جری اون موشه بود، بوسیا قهوه‌ای. سعید بود اسمش. ببین رودزیو یه کاری میکنم امشب ورشکسته یه شی. کار میکنم این آیتم ببین رو حذف کنی. ببین یه کاری میکنم رو قبرم هم زده باشه یس. حرفاتون رو زدین واقعا من چیکار بکنم الان؟ ما قبلا هم این کارو کردیم مثلا 4 نفر بودیم 5 تا میرفتیم استادیوم. حالا موضوعی که هستش اینه که ما زیاد ور میدونیم شما تو باید ورد شهنام من خیلی برمیدارم. اگه من دیدم کسی مثلا داره میاد درجا میگم جک پاور. اومد همه نوش جون فقط اونلی گوش. یه ذره آرمن داره. نه نه تو الان بذاری تا باختی. پس ببین یه ذره بر منم همین خوبه زیاد چی فازت خدایی خوش برزیلیا عزیز این برنج اومد. تو همین اوه ممنونم شکر مرسی. ضد نفته از کجا فهمیدین مشکل من دیشب تو خورد الان اون برای چیزی بلند آقا خیلی خوش اومد. بله نه یه دونه خدا اگه این ویدیو رو میبینیم منظورم بهش یه همچین چیزی اگه نباشه منو بفرست ته جهنم. خدا چرا باید این ویدیو رو ببینی؟ الان داری آنلاین میبینی. برزیلیا هر روزش فعاله. من نگاه دارم چجوری غذا می‌کنم. تا حالا دیدید این همه ویدیو غذایی؟ جواد برنج میریزه تو لیوان تو حالا تادی میخوره. برنج شیاف. ولی نمونه این چه آفیله با بکن. بذار خودتو سیر نه. از زیر میز بده من. جک پاور. اومد. ای بابا شهرام بنده خدا فیلم نداره. ماهی یه دونه بعد بدید. حالی باختی بازی رو. ممنونم گرون‌ترین. هم خوب عالیه ماهیش خداست. آره سیب زمینی من نمی‌خوام. یه ذره بعد اوه این قسمت منه. خودتو سیر نه. چی میشه ما تو 90% رستوران یس کلش اینو بکن تو حلقه حاجی. جای همه شما خالی. این درجه یک یه جور بکش انگار از زندون. یه جور بکش انگار اولین وعده زیاد نکش. همه چی خدا بهشت. یه دونش میذاری دهنم. الان یه چی دیگه میذاره دارم. اوه اون گوشت نامحدودم اصلا. اوه آی بهش. خوب ببین داره منهدم میشه. چه خبره تو ظرف جواد؟ حاجی تموم شد دیگه. بس دمت دیگه. گرم. آه تا نگم ول نمی‌کنی. خوبه. جک پاور. واه قسمت بعدی. زندگی معاویه تو جک ذهنم پاور. نمیشه. دارم تسعید میشم امروز. هیچ کی دوست نداره جشن. من دوست داشتم الان جای برزو باشم. چشم من بیا منو نه تک اثباته دانم بزن اون تیکه افتاده زمین ها شنم خوب سلفی آقای رودزیو 1/10 معدم هم پر نشده. زندگی معافیه است واقعا. واقعا داداش ببین. بیشتر نگاه کنید ما رو. پیووی ابوبکر نعم ارجع له. این من دست چرا
یه روز فکر نمی‌کنم بال اسپایسی انقدر برام مهم باشه که راجعش تصمیم بگیرم. یکی استخوام کنه حواسش به شهنام باشه. شهنام تو زندگی انقدر که حواسش باشه. منتظر بخورم با 7 سیر بزنه. ما سیریم ولی واسه اینکه رودزی و ورشکسته بشه بزن یس. اما اسپایسیه؟ اون بره. ببین ضد نفخ. میخوام ببین دیگه خلاص شم از نفخ عادی. بخور انقدر بخور که دیگه نفخ. ابدی نفخ نمی‌کنی. نمیدونم خودم پودر پروریه. اما اونو سری من مرسی. بری سو دهنم. خب بکن تو حلقم. این آب گوشت تو بری سو دهنم. میشه ادامه ندی؟ این خورشتی بزرگه آره. اینو بده شهنام. ببین اینجا این ببین میگن رستوران. یه چیزو بخوای قایم بکنی باید بکنیش تو چشم مردم. حاجی، عالی حاجی خفه شدی اما بس. مردم. آقا فیله مینیون خوردی؟ متاسفانه حاجی بریم چرا؟ سیر شدم. نه 10 میلیون پول بدیم. من آخرین بار که 10 میلیون از حسابم رفته بیرون ماشین خریدم. جواد سال 1940 گراشگرا بدید بریم. حاجی دوربین قطع شد تازه من شروع کردم. یارو گارسون انقدر مونده بود اون فوشه رو بده که برو. ببین یارو که میومد غذا میکشید اومد جلو آهادی گفت که ما الان چقدر خوردیم. گفت فکر کنم یه 15 میلیونی خورده. واقعی گفت. واقعی ما دوربین قطع میشه ببخش من چون آدمیم که استراب اجتماعی من خیلی دارم. میترسم از همتون بچه. مخصوصا تو. تو تو ریحانه ریحانه کی؟ یکی اسم یکی چرا من دختر؟ گفتم دانیال. فقط امیدوارم که این غذا بره پایین. سیرترین روز زندگی. بریم رستوران بعدی شد 10 تومن. بریم رستوران بعدی 10. ما غذا رو زدیم انقدر غذا گوش برزیل خوردم. از برزیل متنفرم. ببین. مردم برزیل آقایون برزیلی نیمار دهنت واقعا دارم خفه میشم انقدر غذا خوردم. ببین یه جا بزن دار تو خب که من یه ذره این معدم آروم بگیره. واقعا مثلا بزن رو ایران بریم دمنوش بخوریم. فشار رو بذار رو شرق آسیا. ما دنبال یه چیز سبک آقا یه چیزی برای بنده بگیرید که ما یه فامیل داشتیم فیکس همینجوری صحبت می‌کردیم. هادی اون سری زدی تو دستم این سری بخوره به دستم سری میره تو آقا یه جا بزنیم یه غذا خوشمزه‌ای داشته باشه. گوش دیگه چیه؟ جون داداش یواش. ببین با دقت کلفت. اوی چین بیا چین تایپه. یه بار اسنپ بودم چینی‌ها سوار شدن 4 واقعی این واقعی 4 تا چینی سوار بوس سبزی میدادن. چینیای عزیز من قصد مسخره کردن نه من اینجوری زاده شدم. خورش میخوره یه قطعه حیوان چیل اصلا من غذا نودل و سوشی و سوشی ها گوشتمه. سیدن بادی ها آرش گل از دوستای خوب ما دمت گرم. خیلی خوشتیپی. سوشی خوردی تا حالا چند بار؟ خودم نمی‌دونم. آها خودت نمیتونیم بریم خونه شما. دخترباز یک شده؟ شرکت. نه دوست دختر فاب داره من آره می‌دونم. فاب باز. آقا بریم رستوران ببین. چینی داشت من یه زمان چینی بودم با ببخش اصلا حالم اصلا خوب نیست. ببین به طرز خیلی عجیبی زود رسیدیم. فوجی سوشی. فوجی سوشی. کامان مامان. وای. عبادت کن. عبادت. حاجی این چیز جمون چی بود اسمش؟ موپالمو؟ سوشی وان. سهیل پرنگ؟ سوشی پرنگ. جواد اینا. اصلا اینا همه سیس و ادان. ببین فن کبرای مست باید بزنم بهت. حاجیه. ببین یه آشنا داری. ببین کجا ببین پاتوق پاندا کن. این آقای چیز دیگه آقای جون چون. آی این. آها. خیلی جواد اینو داری؟ اینا رو میدم ببری؟ آقا چینی‌ها واقعا ولی اشغال دنیا رو میکنن. چینی هست سوشی میخورن. چرا؟ غذا میخورن. رد قیمه. یه قیمه بپن. بچه چین چرا شطرنج؟ اگه ما کی گرم. اگه ما کی گرم. زیرش فوشم نوشته بود. لطفاً. ساشی او برو سالمون گم شو اون پیدا کردم. چی؟ چیکن تریاک. آقا بزرگ من یه خدا بیامرز غذا مورد علاقه‌اش یه دونه انگیرید رول. فراغن قربان میتونم از شما بپرسم چی؟ هرچند اینجا کلا خرچنگ. نداره چیزش کجاست؟ اون تو اون صندوقشه؟ چرا
واقعا من تو شکر بیا اینجا کنار من. آقا ممنونم. آب دیدی اسم برندشه دوستان. این آبو از سرچشمه‌های کوههای آلپ برداشتم. آلپ شنزل آلپ کجا بود؟ اتریش؟ همون سمت شمال اونورا. عاشق بوداییام خدا حفظش. بازی همه برگشتم کردم بمیر. بعد از مبادله‌ای که داشتم با اونها تونستم بنده را شکست بدم ولی مشکل امپراتوری نیست، مشکل حاکمیت اوست. میدونی وایب چیه میگه؟ جی تی ای یه همکارش کور بود. امیدوارم به سلامتی پیروزیمون در امپراتوری جدید. چی بد چی؟ حاجی خیلی کینه. آقا سلام. سلام علیکم. بچه من سوشی تو زندگیم خیلی زیاد من خوردم. میدم وا شد اومد. آره ولی زیاد هیچ وقت با سوشی کنار نیومدم. اوی 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 اوی. نزدیک بودیم ترشی یادم میاد. چیه اون چیه؟ تو که نمیدونی سویا چیه. سس. من سوشی از تو بیشتر خوردم. اینو میدونم که از تو بیشتر خوردم. چیزش کو؟ بسم الله. سویا سوس. نه خوبه. خوبه. یه ذره زخم. یه کم زخم داره. چینی حرف بزن. ماهی چون خامو این داره. هویشه باورت میکنه. آغشته به سویا سس میکنید. اینم بکن. اینم بکن. اینو بزن. آجی فیلم بعدا به هیچ چی نمیگه. ببین سالم در خود چیز جالبه. خوشمزه از من دوست دارم. قشنگه. پخته باشه ولی. 3 تا مونده به افتخار برادریمون که 4 سه تا. تاش برای من باشه. هر سه تاش بود. این یکیش برای تو. ببین حرفه‌ای. برای داداشتون اینجوری بکن. داداشم. این جوک کی تکراری نمیشه. این چیه؟ خورده ازش میریزه. پفکندی نخوره. واقعا تو حبیب گذاشتم. به یاد خرچنگای مرغ. خرچنگای مرده بیو. جالب بود. قیمت چند؟ یک همین. آقا شکیر نمیدونه که اصلا تا حالا واسابی واسابی چیه. میدونه ترکیباتش من نمیدونه چقدر مفیده. زنجبیله خب یه ذره جلبکه خب آها این چیز نگاه خاصی نیست. به دوربین نشون بده نگاه چقدر همونقدر آقا کمه. همونقدر ببین اصلا یه سه خوشمزه با بخور ببین بعد گرمیه هادی انقدر خورد اذیت شد. اون عکس اون بابا عکس تو یوتیوبه چرا بابا بیا میخوای بخورم بخور بده این بخورم بخور دیگه بخور برادری تو ثابت کن حالش با هم خون نزدیک چی میده لجن تند جلن لجن تند اسپایسی یه خاطرات بد میاد. خب این ولی خوشمزه نمیخواد. این خیلی باحاله نمیخوام. بابا بیا حالا که نخوردی کلشو من میخوام خیلی خوشمزه است اینو میخوام دهنش بو واسابی چرا بس ساده لوحیشن بریم بعدی. آقا بریم رستوران بعدی ببینیم کجاست بریم کجا بریم. با دارت بزنیم آقا شهنام ببین 1:800 که غذای چینی رفت تو پاچه ما شب ساعت شد هوا شماله ساعت 9:30 واقعا هوا خوبه آقا جای همه عالیه دوست دارم همه رفقا خالی آقا این دارتو بگیر من داداش. بزنم این سری بذار تو بزنی آره فرقی که نمیکنه حداقل بذار من یه بار دیگه امتحانی بکنم ترای کنم داداش فقط بزن سودان داداش وایسا فقط از سوراخش معلومه یه ذره دیگه میزدی امشب میتونستیم کباب بخوریم حالم از کباب به هم میخوره بیناموس آقا زد ترکیه گل ترکیه چی داره بخورم غذا ترکای عزیز من خودم ترکم یاشاسین آذربایجان یاشاسین تبریز یاشاسین الله نارمسون من ما رفتیم من کوچیک همه ترکم چرا؟ تموم شد من اومدم باقلوا آقا تمام شد ما میریم باقلوا با چایی معامله زرستامون بود یعنی همه موافقیم بله. باک. داد زدم به دستش سری بیا باشم بیا اسم اینجا چیه؟ اینجا کافه باقلوای تکسیم بود و بله. هنوز هم هست ولی تابلوش داره عوض میشه. تکسیم ولی شما تشریف بیارید بیاد تقسیم کجا ثابت اکسپوتان کوی بیمه کوی بیمه آره بغل ورزشگاه وسط شما نفیسی. آدرس نده فعلا بله. آقا خب من چی میگم بگیریم؟ بریم با اجازه 3 تا چای ترکی این باقلوایی که بستنی داره بینش اینجا آقا چرا با
چیه؟ بگی بالا کار دارم. بگی بالا. معدتون آقا جواد شنیدم یتیم خونه من است. امروز دیگه چون گرون شروع کردم باید گرون تموم کنم. یعنی اصلا پایین نمیره. خانم این ببین، پیشنهاد از اون- سرآشپز ما چیه؟ زیر 5 تومن براتون ممنون. من نمیدونم حالا چی شد که به این روز افتادیم ولی خب 2 هاویج بگیریم با چای بسه. آره دو تا نمیتونیم هاویج بیشتر با از سه تا نه چای. یه هاویج اون پسته کوچیکا چی؟ دونه 150 آدمت سیم قربونت برم هوای 20 تا این چیز خامه داره بینش شیر خامه و عسل. اینم میدونم خودم ترکم عشق میکنم با یه همچین جایی اصلا اگه ولی- ترتمیز باشه کابوس دیابتیاست دیگه بله. همچین جایی آره عادی یه جا میگم من مازندرانیم من کی گفتم مازندرانیم؟ یه جا میگه شیرازیم یه جا میگه ترک من کی تو گفتم کجایی؟ نگاه کن لاکچری و خفن یه خالی بسید آقا من با ترکیه تا اینجا شال کردم چی آب خورد داداش محیطو ببین محیط قشنگه من یه ترک وطن پرستم اینجا برای علی کنتی منم ترکی دست شما درد نکنه مرسی ممنونم این چیه؟ ممنونم هاویج این هویج با الف ترکا میگم کارشون درسته مثل چینیا بله که بله این برای منه اینم برای منه مرسی نیستن. سه تاش برا تو آره دیگه شما چای میخورید چی من واسه چای من؟ نمیخورید سلامتی همه ترکا و همه ایرونیا این خیلی خفنه من میدونم کجا بیارم دونه چند 150 قیمت واقعیش باید 250 بستنی رو میلیارد باشه این چیه بستنیه با ثعلبه نه. چششو نه، نشون با بده همین. این با اینی کش میاد این بستنی کش میاد شکیر بزن ببین خوشمزه ترین خوراکی دنیا باقلوا ماجی به شکی بگی غذا رسونده ما زیر پل پیداش کردیم خوشمزه است خیلی باقلوا دوست دارم کارتون خواب 4 تا چیزی که خیلی میخوام یکی آدم کبابه یکی راکیه که ما تو ایران نداریم مثلا اصلا نخوردیم نمیدونیم چیه اصلا من نمیدونم چیه یکی هم همینه که الان واقعا برای شرایط ما این بهترین چیزه چی دوست باقلوا داری میخوری بخوام اصلا من نمیدونم چیه واقعا تنها چیزی که میتونست اون حجم از امروز حاجی فقط 20 میلیون مردم 20 میلیون داشته باشن میرن استادیوم میگیرن عقرب رو پیدا کن سوسمار رو پیدا کن الاغ رو پیدا کن ولی ما 20 میلیون میخوام هم سوهل پرنگ ناراحت سوال غلط کرد. همون سر گفت همون غلط سوهل کرد همون سوهل غلط هر چی بگی رو شست برد ولی جا داشت بهتر باشه از این بهتر چی میخوای؟ چند تلگرام ما بیای خوش میذاره میخندیم چه تو اتفاقی؟ سوزن میکنی تو پای شهنام من شهنام میکنم تو پای سوزن اینا همش خوش خنده داره داخل چنل تلگرام من عضو بشید سابسکرایب نکنید دیسلایک نکنید تلگرام کامنت طلایی بذارید داری؟ واسمون لایک کنید تلگرام طلایی داری کسی یادش از من تلگرام سروش دارم موبوگرام